Next, we will hear from political prisoner Kayvan Samadi. به نام ژن ژیان آزادی. من کیوان صمدی هستم. یکی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شکنجه شدم و 21 روز در سلول انفرادی آرزوی مرگ می‌کردم. شاید از خودتان بپرسید کسی که این شکنجه ها را تجربه کرده حتما باید جنایت بزرگی مرتکب شده باشه. اما باید بگویم من و گروه درمانی من خورشید سرخ فقط به وظیفه انسانی اجتماعی خود یعنی درمان معترضین زخمی می‌پرداختیم. حال ممکن است سوال دیگری در ذهنتان به وجود بیاید. چرا ما این کار را انجام میدیم؟ باید بگویم سیستم آپارتایدی جمهوری اسلامی حق درمان را از معترضین سلب کرده بود و تنها چیزی که برایش مهم نبود جان انسان‌ها بود. اما من برای چه جنگیدم؟ چون نمیخواستم در سرزمین آبا و اجدادی خود مانند یک مهاجر که شهروند درجه 3 آن کشور هم نیست زندگی کنم. چیزی که من برایش در این انقلاب جنگیدم حق انتخاب هویت است. اینکه ما بتوانیم آزادانه زن، کرد، کویر و بهایی باشیم و در نهایت خودی باشیم که دوستش داریم، نه یک هویت سفارشی. من برای رسیدن به این اصل جنگیدم، زخمی شدم و در نهایت زندانی شدم. اما حتی یک ذره از حقم عقب نکشیدم، چون معتقدم دیگر وقت ترسیدن تمام شده و ما باید خودی که جمهوری اسلامی از ما گرفته را پس بگیریم. از روز 30 شهریور 1401 هر بار که دستهایم را میشویم خون امین معرفت که روی دستهایم مانده بود و تن خونینی که در آغوش گرفته بودم را به یاد می‌آورم. هر بار که لبخندی زیبا می‌بینم یاد مسعود احمدزاده می‌افتم که وقتی گلوله تنش را شکافته بود بر روی صورتش دیگر نماند. و بعد از آزادیم دیگر نمی‌توانم مثل قبل بخندم. دیگر نمی‌توانم جلوی گریه‌ام را بگیرم و دیگر نمی‌توانم عادی باشم. من دیگر هیچ چیزم عادی نیست. پر شده‌ام از مشاهداتی که تنها در جنگ می‌شوید و هر چیز ممکن است من را تروماتایز کند. من حتی از کریسمس و چهارشنبه سوری هم متنفرم، چون صدای آتشبازی من را یاد شلیک گلوله در شب‌های خیزش می‌اندازد. اما هیچ کدام از اینها به معنای ضعیف بودنم نیست، چون من با وجود تمام این دردها اینجا ایستاده‌ام جلوی همه شما و آنچه بر من گذشت را بازگو می‌کنم. من سکوت نکردم و ادامه دادم، چون نمیخواهم دیگر کسی مانند من ساعتها در زندانهای مخفی آویزان شود، شلاق بخورد، تحقیر شود، سوزانده شود و وقتی برای حقش فریاد میزند انگشتش را ببرند و به او تعرض کنند. و در آخر باید بگویم من دیگر نمیترسم، چون مرگ را مزه کرده و طلوع خورشید آزادی را در اوشنویه دیدم. مبارزه من تا برقراری آزادی و حذف هر گونه تبعیض و آپارتاید ادامه خواهد داشت و بعد از این مراسم هر چقدر شدیدتر تخریب و ترور شخصیتی شوم بیشتر مصمم پیش خواهم رفت، چون میدانم آنچه که باید میگفتم را گفتم و این تکه شعر را به زبان کردی به جای جمع‌بندی حرفهایم میخوانم. بیری آزادی لزیندانا فراوانتر ابی قرب سر او دژمنی هیوای ببندی خانه گرتن و لیدان و کشتن عاملی آزادیه توپ و شستیر و کلب سلام وکو افسانه چاوەڕانی شۆڕشێکم عالەمێ ڕزگار بکە میلەتم بۆ ئەو مەبەستە کردەوەی شێرانەیە. مەمنونم.